خوش اومدید به پارت دوم بهترین بازی ایکس باکس 360. داخل این پارت هم 5 از برترین بازی ایکس باکس 360 رو معرفی میکنیم که واقعا ضرر اونها رو تجربه نکنین. جالب بدونید اکثر این بازی ها انحصاری نیستن و میتونید اونها رو روی سیستم عامل های زغالی و یا شبیه سازهای اندرویدی هم تجربه کنید. Resident Evil Revelations 2. از نکات مثبت این بازی اتمسفر ترسناک، موجودات عجیب غریب و از همه مهمتر شاتگان دولوله. جالب بدونید این بازی 2 بخش 2 نفره و یا مولتی پلیر هم داره که میتونید اونها رو با خواهر، برادر و دوستانتون تجربه کنید و از تجربه کردنشون لذت ببرید. این بازی شما رو در نقش شخصیت کرل ردفیلد قرار میده و یک داستان جالب رو در اختیارتون میذاره که اگر خواستید اون رو گوش بدید، اگر هم نخواستید میتونید با شاتگان دولول به جون زامبیا بیفتید و از تجربه بازی لذت ببرید. در کل داستان بازی چیزی نیست که حوصلتون رو سر ببره و شنیدنش هم مشکلی ایجاد نمیکنه. Dante's Inferno. دانتز اینفرنو بازی بود که قرار بود رقیب گاد آف وار باشه، اما بعد از عرضه نسخه اول و عرضه گاد آف وار 3 کلاً محو شد. این موضوع باعث میشه از خیلی از جهات شبیه گاد آف وار باشه. تجربه این بازی قطعاً برای طرفدار هکن اسلش بی‌نظیر خواهد بود، مخصوصاً اینکه ایکس باکس هم گاد آف وار نداره. پس یه شانس کوچیک رو به این بازی بدید تا از تجربه اون لذت ببرید. Gears of War Judgment. یکی از نسخه های گیرز بود که کمتر از بقیه بهش توجه شد، با اینکه گرافیک خیلی خوب، گیم پلی هیجان انگیز و خشن و گیم مودهای مختلف رو دارا بود و یه گیرز واقعا کامل بود. حداقل از گیرز 4 و 5 بهتر بود. بخش مولتی پلیر هم که نباید از قلم انداخت. خلاصه تجربه این بازی به یک فن شوتر سوم شخص یا فن گیرز پیشنهاد میشه. Burnout Paradise. یکی دیگه از بازی‌های به شدت نفسگیر یعنی Burnout Paradise. بازی ریسینگ به خاطر داشتن مود رود ریج که یکی از نکات مثبت اونه و فیزیک واقعا فوق‌العاده اون خیلی معروف شده بود. اما Burnout Paradise نسخه آخر کل این سری بود. جالب بدونید توی این بازی برای باز کردن ماشین‌های جدید هم باید اونها رو شکار کنید. شاید گرافیک بازی برای گیمرهای نسل جدیدتر یکم تو ذوق بزنه، اما گیم پلی این بازی رو فراموش نکنید. تازه ورژن ریمستر این بازی هم برای پلی‌استیشن 4، 5، ایکس باکس 1 و سریس ایکس و اس هم در دسترسه. روی سیستم عامل‌های زغال هم بالا میاد، پس خیالتون برای تجربه این بازی روی هر سیستم عاملی راحت باشه. DMC Devil May Cry. Devil May Cry DMC یک ورژن ریبوت از مجموعه Devil May Cry بود که اینجا تئوری اون رو ساخت و معنای واقعی کلمه گل کاشت، اما فن‌های بازی که به حالت ژاپنی بازی عادت کرده بودن با یک نسخه غربی کنار نیومدن و بازی بعد از عرضه یک ورژن اسپشیال ادیشن به حالت معمولش برگشت. تک نسخه بودن این بازی هم به ارزش اون اضافه میکنه که اگر یک بازی هیجان انگیز با گیم پلی نفسگیر خیلی خفن و یه بخش داستانی جالب میخواید، حتما باید این بازی رو تجربه کنید. Game over. Son of who? Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. خب بچه ها، این بود از پارت دوم
5 تا از بهترین بازی ایکس باکس 360. اگر این ویدیو براتون لذت بخش بود و یا اینکه به دردتون خورد، ممنون میشم چنل من رو سابسکرایب کنید که بزرگترین حمایتیه که میتونید از من انجام بدید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا ویدیو بعدی گود بای.